جریان چه است در حمله؟ ببینید این فقط تمام اینا در خانه‌های خود نشستن. او رئیس امنیت ملی ما چیم که تو کی هستی، یک مخابراتچی بودی، هر قدر که ما توصیف تو را کردیم اما باز تو هم کسی بودی که بسیار یک آدم منفی‌گرا بودی. تو اینم قدر ظرفیت نداری یک آدم تمام افغانستان و مردم افغانستان. شما یادتان نیست که نصف خانواده‌هایتان مجاهدین بود، نصفتان در کابل بودن. شما یادتان نیست که نصف که آل طالب هستن، خانواده ها اقوام نصفشان در کابل است. این خب معنی از این نیست که ارتباط با طالب داره. این خب ارتباطات ایدئولوژیک نیست. ما خود در کرانه حکومت کمونیستی زندگی نمیکنیم. همین مقامات امنیتیش مریض میشن، از اینجا ویزا میگیره، در پاکستان میره، در آیسای ملاقات میکنه، در تاجیکستان میره که ایرانی‌ها ملاقات میکنه، در دبی میره که دیگرا. چرا پشت ادوار نمیگیری که اولاد غریبی که میره بعد میفهمی 6 نفر 7 نفر تمام افراد دولتی رو اونجا شهید ساخته، کسایی که مربوط به مردم افغانستان است. تو میتونی اینا ما یک سوال میکنم او غنی، تو میتونی که تیم خانم خارجی تو میتونی که ارتباطات مردم قطع کنی؟ تو میتونی ریلیشنشیپ بین مردم افغانستان که وجود داره قطع کنی؟ با زور تیاره و تفنگ قطع میکنی؟ کمونیست‌ها 2 ساعت راه داشت نتونست قطع کنه، از مسکو до اینجا میامد قطع کنه نتونست. انسان به شخصیت، انسانای بی عزت به ارزه را آوردی، چیزی که رذیل است. مطالب معلومات و تحقیقات ما تکمیل نشده که قماندان قطعه 01 از کدام قماش مردم است کیم تکمیل شود. تو ببین که مردم چه بحران طرزی میاد. سپاسگزارم. اینمی کامل درک شده. اینمی سگای پاکستان هستن، سگای ایران هستن. اینمی طایفه را ما غرض نمیگرفتیم تا که پاکستانی‌ها را دمی جنگ دمی جنگ لوگر تا که پاکستانی‌ها را ما نگرفتیم ناوردیم، تا که از غند شاگیش که دونه بدر بزد افغانستان چیز نمیکرد، تا که خارجای سگایشان را ناوردیم ما اینجا چیز نکردیم، ناوردیم برشان بدر اون تسلیم قانون میکردیم. در اون زمان هم یک رئیس جمهوری بود به نام دکتر نجیب میگفت حق نداره که یک افغان بعد تو سرش فایر کنی. این کاملا دروغ است. من نمیفهم که غنی خواست این برای عیسایا کار میکنه، یک مارونی مسیحی کثیف گنده را در هر جای با جای کرده. این مخلوق مسلمان به انواع مختلف میکشن. این کشتار نیست چیز. ما دولت هستیم. چند سال است از این حاکمیت بین‌المللی؟ 19 سال. در 19 سال قانون اساسی داریم، قانون جزا داریم، تمام قوانین داریم. تو که میری یک نفر گیر میکنی، اونم که اسناد و شواهد ثبت فدا و کالینگ نمیشه، هر کس با خیش قوم خود صحبت خود میکنه. تو در افغانستان من تو را میگم غنی تو قوم نداری، اگه میداشی تخلص تا پس نمیکردی. ریاست جمهوری هم خبر است اینها چه ریاست خیکی میکنه. چرا میگن رئیس جمهور از رئیس جمهور کده مفسد انسان از این غنی کده، از این غنی کده مفسد، از این غنی کده بیادر یک انسان به اراده و کافر لعین دیگه هیچ کسی نیست. کفر چی را میگن؟ کفر خو مسیح یهود خو نمیگم، کفر اهل کتاب خو نمیگم، اون رو نمیگم که مردم خود میکشه. تو انسان به شخصیت قدر خبر نداری که تو جوانای کشور، جوانایی که درس میخوانه، جوانایی که در کابل محصل است، میره خیش قوم خودم میبینه. چون استخبارات ضعیف است، دیگر رایت نمیرسه، یک نمبر تلفن نمیگیری، بودجه اپراتیوی از آمریکا بیچاره میکشی، برای آمریکا فریب میدی، جوانا رو اونجا به قتل میرسونی.